بسم الله الرحمن الرحیم. این بارگاه قدس که از عرش برتر است، آرامگاه دختر موسی بن جعفر است. جانم به این بارگاه، این بارگاه قدس که از عرش برتر است، آرامگاه دختر موسی بن جعفر است. جانم فدای گنبد زردش که سالهاست، خورشید از تشعشع نورش منور است. بر شانه های گرم حرم تکیه کرده است این دو مناره که به بلندای محشر است. عطر مزار گم شده را پخش می کند، عطر مزار گم شده را پخش می کند. قبری که عکس واضحی از قبر مادر است. او خواهر امام رضا نه مردم او خواهر امام رضا نه، که عشق اوست. اصلا بگو که دار و ندار برادر است. از اشتیاق آمدنش سمت شهر طوس فهمیدم امام رضا جان خواهر است. فهمیدم امام رضا جان خواهر است. السلام علیک یا بنت ولی الله، یا اخت ولی الله، یا عمت ولی الله، و السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت الحسن والحسین، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا عمت ولی الله، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر و رحمت الله و برکاته. سلام دختر باران، سلام دختر باران، سلام کوثر قرآن، سلام خواهر خورشید، سلام فاطمه ایران. سلام مردم، سلام هم نفسای یاد خدا علیک، حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشید، اعیاد مبارک باشه. بعد از 30 روز ماه مبارک رمضان که ما سر سفره کریمه آل طاها شفیعه روز جزا زینب امام رضا خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها ریزخوار سفره پر نعمت و برکتشون بودیم و نظر لطفشون شامل حالمون بود. حالا از امروز اینطور پسندیدن از این لحظه ما خدمتشون باشیم و خدمت شما دست دل شما رو بگیریم بیاریم زیارت. البته اگر قابل باشیم به دعای شما اینجا هستیم، حتما سفیر سلامتون هستیم و نایب الزیارتون انشاءالله که شما هم خیلی زود مشرف بشید. اجازه بدید سال روز ولادت با سرسعادتشون که دیروز روز بود رو با 1 روز تأخیر به همه شما تبریک عرض بکنم، مخصوصا به دختران عزیز سرزمینمون روز دختران رو تبریک و شاد باش عرض بکنم و امیدوارم که این روزها دهه پرخیر و پر رحمت و برکت کرامت برای همه مردم دنیا، مخصوصا مسلمان ها، مخصوصا شیعیان نازنین سرزمینمون، این شیعه خانه اهل بیت، به برکت دعای خیر و نگاه پرمهر خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها و البته برادر از جان عزیزترشون که امروز چهارشنبه روز زیارتی ایشان هم هست، این اتفاقات مبارک برای هممون
انشاءالله بیفته. خیلی حرف نزنم، سلام و خیر مقدم عرض بکنم به حاجای گودرزی عزیز و نازنین که قدم به چشم من گذاشتن. آقا سلام خیر مقدم، خیلی خوشحالم از زیارتتون، خوش آمدین، عرض تبریک، قبول باشه طاعات زیارت‌ها تو ماه مبارک رمضان در کربلا و خوش به سعادت. خوش آمدید. سلام سلامت باشید. منم تبریک میگم هم زنده باشید. این روز رو، روز میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها رو به شما و به همه بینندگان عزیز محبت عرض سلام دارم، عرض ادب، عرض تبریک خدمت همه شما بینندگان خوب و عزیز، همراهان همیشگی شبکه قرآن و معارف سیما. انشالله که ایدی همه شما عزیزان همه اون چیزایی باشه که از این بانوی با کرامت طلب کردید. انشالله بهترش رو روزی همتون بکنه انشالله. این خانم الهی آمین. به نفس حقتون، به دعای خیرتون. چه خبر؟ الحمدلله خدا رو شکر. زنده باشید. آقا خوش به حالتون، خوش به سعادتتون. ما که قبطه میخوریم و این نسیم جانفزایی که به روح و جانمون میخوره و احساس میکنیم که صیقل میده، غمها رو میزدایه و باعث آرام و قرار روح و جانمون میشه. شما همیشه اینجا این حس رو دارید و خوش به سعادتتون که همسایه بیبی هستید. زنده باشید. انشالله که این همسایگی ادامه دار باشه و روز قیامت هممون زیر سایه این خانم باشیم و جدا نشیم انشالله. الهی آمین. الهی آمین. زیر سایه این خواهر و برادر. بله. امروز هم مصادف شد این اولین روز شروع برنامه ما به مناسبت آغاز دهه کرامت که امروز باشه، مصادف شد با روزی که روز زیارت امام رضا جانم هست. آره. اتفاقا حالا خوبه همینجا شروع بکنیم. قبل برنامه با هم که گپ می‌زدیم، ما کلی حال احوال کردیم قبل برنامه با حاج آقا جا تو خالی. یه نکته رو فرمودید راجع به ارتباطی که بین این خواهر و برادر هست، امام رضا جان و خواهر کریمشون حضرت فاطمه معصومه. فرمودین که این رابطه جدای از یک رابطه صرف خواهر برادریه. داشتین از رمز و رازش میگفتین. اگه موافق باشین به نظرم خوبه مردم هم همین فرمایشات زیبا شما رو بشنون درباره همین موضوع. البته عرایضی است که یاد گرفتیم و زنده باشین، اختیار دارید. به اندازه بضاعت کممون درس پس میدیم. نظر شما و بینندگان فرهیخته و خوب. همینطور که شما میفرمایید مردم هم دارن زائرانی رو تماشا میکنن که توی صحن آینه یا صحن امام رضا علیه السلام مشغول زیارتن و مشغول مناجات و نجوای عاشقانه با حضرت و انشاءالله که شما هم خیلی زود همینجا ظاهر باشین. خانم‌های محترم، آقایون، برادرها، خواهرای عزیزم خیلی زود ظاهر باشین انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای قوامی عزیز جان. یه آیه معروفی تو قرآن هست، حالا یک مجموعه آیاتی با این مضمون که خدا به صراحت نسبت به انبیاء قبل از پیغمبر خاتم میفرماید که ببینید مردم، شما نمیتونید مزد رسالت انبیا رو پرداخت کنید. طبیعی هم هست. وقتی یه بزرگ یه شاهکار داره انجام میده در حد خودش، یک پیغمبر وقتی یه کاری انجام میده واقعا کار او کارستانه. وقتی داره اون کار بزرگ رو انجام میده، طبیعیه کی میتونه جبران بکنه زحمات اون پیغمبر رو؟ بلا تشبیه کدوم بچه میتونه مثلا محبت ها و زحمت های مادرش رو جبران کنه؟ اصلا مگه شدنیه؟ نمیشه. شدنی نیست. خب واسه همین این کار انبیا اینقدر بزرگه که به صراحت خدا میفرماد که ببینید شما نمیتونید در واقع مزد رسالت اونا رو بدید، جبران کنید براشون. و ما اسألکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. خدا فقط برای پیغمبرش بلده جبران کنه. ما تو یک مورد استثناء داریم که خدای متعال تو قرآن میفرماد که یه جا شما میتونید، آره شما میتونید مثلا جبران بکنید، مزد مثلا زحمات پیغمبر رو بدید. این قاعده یه مقدمه نیاز داره که اول آدم درک کنه که پیغمبر چه کار با عظمتی داره انجام میده، ما چقدر مدیونشیم. اگه پیغمبر نبود ما چقدر تو چه وضعیتی بودیم. حالا برفرض که اینها رو میدونیم، حالا یا رسول الله من چیکار کنم برای شما؟ من چی کار کنم برای شما؟ میفهمید یه کار شما میتونید بیاید برای پیغمبر انجام بدید. چه کاری میتونید انجام بدید؟ میفهمید قل ما اسألکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. بیاید برید سمت خدا. اگه این طرفی اومدید رفتید به سمت خدا، میتونید مزد رسالت منو بدید. اگر رفتین سمت خدا میشه مزد رسالت من که به نفع خود ماست. به نفع خود ماست. برای پیغمبر که اتفاق باز برای پیغمبر اتفاق به نفع خود ماست در واقع. باز بلا تشبیه
مثل وقتی دیدید بعضی از مادرای مهربون، همه مادرها مهربونن، ولی این جمله رو مثلا بعضی مادرها به کار میبرن، میگن ببین نمیخوای برای من هدیه بخری، نمیخوای مثلا بگی من میخوام زحماتتو جبران کنم، مادر چجوری جبران کنم؟ درستو خوب بخونی. آفرین، درستو خوب بخون. درستو خوب بخونی، من پاداشمو گرفتم. چی نمیخواد، میگه تو برای خودت انجام بدی موفق باشی، من سربلندی تو رو ببینم، این بهترین هدیه برام. میگه من پاداش. شما میفرمایید جنس اون محبت پیامبر که میفرمایید مزد رسالت همینه. حالا بلا تشبیه. حالا نه بلا تشبیه، ولی از این جنسه. آره یه همچین حالتی. چون ما که نمیتونیم برای پیغمبر چیزی جبران کنیم. فرمود ما اوذی النبی مثل ما اوذیت. هیچ کسی تو کل عالم به اندازه من پیغمبر اذیت نشد. خب من ضعیف ناتوان مگه میتونم کاری برای او جبران بکنم؟ خب ولی حالا همین پیغمبر میگه میخوای جبران بکنی، بیا سمت خدا، بیا با خدا یه رفاقتی مثلا انجام بده. خب میگم یا رسول الله چجوری میشه؟ میگه که ببین راه رسیدن به خدا خود منم. روز قیامت این آیه داریم که بعضیا میگن که یوم یعض الظالم علی یدیه و یقول الکافر و یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیل. اون روزی که کسی که ظلم کرده به خودش، کسی که کفر ورزیده، کسی که در واقع تو مسیر نبوده، دستش رو مثلا گاز میگیره به نشانه عظمت و ناراحتی و این حرفا و میگه ای کاش من یه راهی با پیغمبر برقرار میکردم. پیغمبر میگه من چون راه رسیدن به خدا هم، فرمود مزد رسالت من رسیدن به خدا، راه رسیدن به خدا از طریق من. اگه یه ارتباطی با من پیغمبر برقرار کردی، میتونی اون مزد رسالت رو چیکار بکنی؟ ادا بکنی. خب حالا این مزد رسالت در واقع چیه؟ ما با پیغمبر ارتباطی برقرار بکنیم که میشه مزد رسالت پیغمبر چیه؟ خودشون فرمودن قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى. الا المودة فی القربى. نزدیکان منو دوست داشته باشید. نسبت به نزدیکان من مودت داشته باشید. نسبت به اونا اگه مودت داشته باشید، مزد رسالت منو. یه روایت نورانیه امام صادق علیه السلام تو کتاب شریف کافی ازشون نقل شده. حضرت فرمودن نگاه کنید ان الله عز وجل ادب نبیه علی محبته. خدا وقتی میخواست پیغمبر خودش رو تربیت بکنه، با محبت خودش تربیت کرد. یعنی خدا پیغمبر رو غرق کرد در محبت خودش. اینقدر غرق در این محبت شد که پیغمبر شد معدن و رحمه، شد امام و رحمه. تو این رحمت عجیب که پیغمبر غرق شد گفت و انک لعلی خلق عظیم. اون اخلاق عظیم رو پیدا کرد. رحمتا للعالمین. پیغمبر خودش شد غرق در این رحمت. خب بعد ارتباطش با ما طبیعتا بر اساس همین رحمت و مهربونیشه. حالا میگه میخوای با منم وصل بشی، تو همین وادی محبت پا بذار، تو هم بیا با ما دوست باش. ما که داریم میگیم چی به یادم آقای قوامی عزیز، فقط میگیم، نمیتونم بفهمم و طبیعتا هم نمیتونم بفهمم که چی، که پیغمبر چجوری ما رو دوست داره. فقط با یه چیزهایی سعی میکنیم یه قدری ماجرا رو به ذهن خودمون نزدیک کنیم. یه داستان معروفی از حضرت موسی علیه السلام. حضرت موسی خب چوپونی میکرد دیگه. یه بار یه بره‌ای گم شد. دلم تنگ شده بود بر این داستان. بعد مدت‌ها خب یه بار یه بره‌ای گم شد. گوسفندی از کلیم الله گریخت. یه بره‌ای از این گله فرار کرد رفت بیرون. وز رمه غایب شده، وان رمه غایب شده از چشم او. ببخشید، گوسفندی از کلیم الله گریخت، پای موسی آبله شد، نعل ریخت. اینقدر حضرت موسی دنبالش انگار مثلا کفش دیگه از پاش در اومد و پاره شد و این حرفا. در پی او تا به شب در جستجو، وان رمه غایب شده از چشم او. تا شب این ور اون ور از کوره بالا تا پیداش کنه نشد. بالاخره پیداش کرد. این دیگه اون گوسفند از حال رفت. گوسفند از ماندگی شد سست و ماند، پس کلیم الله گرد از وی فشاند. بعد این همه خستگی پیداش کرده، یه گوسفند دیگه، حیوانه. پیغمبر خدا رو اینقدر دنبال خودش دونده. وقتی پیداش میکنه واکنشش چیه؟
گرفتش بغل، شروع کرد دست نوازش رو سرش کشیدن، گرد و خاکش رو تکوند. بعد باش صحبت که عزیزم کجا میری؟ چرا دور شدی؟ ای جانم. نمیگی دور بشی مثلا حیوانات درنده میان تو رو از بین میبرن، نمیگی دور بشی میخوری زمین اصلا دست و پاد میشکنه. حالا توی این نقل داره که خدا به موسی گفت موسی به خاطر این محبتت نسبت به مخلوقات بود تو رو به مقام کلیم اللهی رسوندم. حالا محبت حضرت موسی کجا، محبت نبی خاتم کجا؟ اینقدر پیغمبر عاشقانه عالم رو دوست داره که خدا اختیار تمام کائنات رو در اختیار این پیغمبر گذاشته. خب حالا این پیغمبر میگه میخوای با من رفیق شی؟ باید دلت برا من پر بزنه. نگاه کنید تو قرآن خدا میفهمد که وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام رفت حضرت اسماعیل رو کنار کعبه اونجا بذاره، فرمود که ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. نمیگه یه دونه بچم، میگه یه بخشی از خاندانم، یه بخشی از ذریم رو اسکنت من ذریتی. اسماعیل و خاندان اسماعیل که اهل بیت علیهم السلام از این خاندان. خدا نگاه کن من اینا رو آوردم گذاشتم اینجا، یه هدف دارن، لیقیم الصلاة، قرار عالم رو برای حکومت تو آماده کنند. خدایا اینا اگه قرار تو کارشون موفق بشند یه اتفاق باید بیفته. درسته. فجعل افئدة من الناس تهوی الیهم. خدا یه کاری کن دل مردم برای اینا پر بکشه. اگه این اتفاق افتاد اینا میتونن تو عالم اقامه صلات بکنن. چی؟ دل مردم برای اینا پر بکشه. حضرت تو روایت داره که فرمود که دعای حضرت ابراهیم برای ما بود، برای ما اهل بیت که خدا یه کاری کن دل مردم پر بکشه برای ما اهل بیت علیهم السلام. الان این مردمی که دارن تو تصاویر نشون میدن اینجا داره دلشون یه عده زیادی چند صد برابر چند هزار برابر این مردمی که دارن آقای کارگردان بعضی وقت نشون میده پای تلویزیون دلشون پر میکشه. یعنی الحمدلله. این آقا صدای نقاره زنی هم شروع شد، فکر کنم صدای مردم میشنون. اینجا هر روز از تو کل سال از شب و روز ولادت حضرت معصومه آغاز ده کرامت همین هول و هوش شروع میشه مراسم و آیین نقاره زنی. حالا دوستان در خلال صحبت فکر کنم تصاویر عزیزانی که بالای مناره مشغول در واقع نقاره زنی هستن هم شما تماشا میکنید. خب در خدمت ما. حالا خدا میگه که میگه دلها گره میخوره، دلها پر میزنه برای این امام. مردم عزیز، بینندگان فرهیخته، ادامه بدیم یه چند لحظه اگه ممکنه. بله آره فاصله ای رو تا صدای آره خودمونم دوست داریم بشنویم، مردم هم دوست داشته باشن. ما بشنویم کیفشو ببریم بعد ان شاءالله در خدمت مکمل حرفای شما رو میشنویم. لذت
این مراسم نقاره زنی هست که به مناسبت دهه کرامت داره انجام میشه. میدونم شما مثل ما دلتون پر کشید مشهد مقدس، جایی که ما این صدای نقاره خیلی برامون آشناست از طفولیت تا حالا. مشهد میریم دلمون تنگ میشه برای خانم، اینجا میایم مخصوصا با این صدای نقاره زنی دلمون رفت. مثلا صحن انقلاب و اینا، صحن آزادی، صحن جمهوری، خوش به حال اونایی که الان مشهد هم هستن. فکر کنم تو کل دنیا فقط 2 جا نقاره زده میشه دیگه، یکی اینجا، یکی هم حرم برادرشون که ما گفتش که دلم جلد است بین این در و آن در نمی چرخد، دلم جلد است بین این در و آن در نمی چرخد، زبانم جز به مدح آل پیغمبر نمی چرخد، به لطف بودن اولاد موسی حالمان خوب است، به لطف بودن اولاد موسی حالمان خوب است، بدون مشهد و قم چرخ این کشور نمی چرخد. الحمدلله. آقا ببخشید ما 3-4 دقیقه تا پایان وقت داریم بحثمون رو برسونیم. بزرگوار است. من پس بحثمو بخوام جمع کنم، پیغمبر میفرماید که اگر نسبت به ذوی القربای من محبت و مودت داشته باشید اجر رسالت پرداخت میشه. اولا معلوم میشه که این مودت چیز ساده نیست، صرف دوست داشتنه نیست، این دوست داشتنه باید ابراز بشه، یعنی اعمال من باید بر اساس این محبته بشه، یعنی همه کارام چون شما رو دوست دارم کاری انجام بدم که شما دوست داشته باشم. این اولا. ثانیاً این مقربین کیان که اگر من نسبت به اونا مودت داشته باشم مزد رسالت پیغمبر داده میشه، اتصال من با پیغمبر برقرار میشه. چیزی که خیلی واضحه اینه که منظور از ذوی القربا ذوی القربای ژنتیکی و خونی نیست. منظور از ذوی القربا کیه؟ خود خدا تو قرآن مشخص کرده. فرمود السابقون اولئک المقربون، اونایی که سبقت گرفتند، اونایی که پیشتاز هستند اونا مقربن. کما که شخص اول قربه به خدا کیه؟ پیغمبر، چون او سبقت گرفته. نسبت به خود پیغمبر شخص اول کیه؟ خب امیرالمومنین علیه السلام. امام مجتبی علیه السلام توی روایتی داره از امیرالمومنین نقل میکنه که امیرالمومنین فرمود انی اسبق السابقین الی الله و الی رسوله، نسبت به خدا و پیغمبرش من از همه جلوترم. و اقرب المقربین الی الله و الی رسوله، و به پیغمبر من امیرالمومنین نزدیکتر. خب این نزدیک بودن یه ویژگی داره. اقربا کسانی هستن که بار اون فرد رو به دوش میکشن. ذوی القربای پیغمبر کسیه که بار پیغمبر رو میاد تو مباهله به دوش میکشه. لیلة المبیت میاد جای پیغمبر میخوابه. تو احد و بدر وقتی پیغمبر تنها میشه منافقین فرار میکنن، امیرالمومنین میگه من تنها بودم با پیغمبر، بار او رو به دوش میکشن. حالا من میخوام عرض کنم تو جمله آخرم، مردم عزیز ایران، ذوی القربای امام رضا اون وقت کی میشه؟ اون کسیه که بار امام رضا علیه السلام رو به دوش کشید، اون حرکت نورانی امام رضا علیه السلام رو تکمیل و تثبیت کرد. خدا کنه که ما پیروی بکنیم، ما الان بتونیم یه باری از دوش امام زمانمون برداریم، نه خدای نکرده بار بگذاریم زبونم لال، سرباز باشیم سربار نباشیم، به تبعیت از حضرت معصومه سلام الله. آقا خیلی از بردم، ببخشید که وقت کم شد، حلال کنید. مخلص شما هستیم. ما انشاءالله خدمت شما خواهیم بود، به جز فردا که مراسم خیلی بزرگ و دخترانه‌ای برگزار خواهد شد در قم که به صورت زنده برای شما پخش خواهد شد. در روزهای بعدش انشاءالله خدمت شما خواهیم بود با افتخار. حالا ببینیم برامون چی رقم زدن، آیا در ادامه مسیر دهه کرامت پامون به مشهد و آستان بوسی حضرت سلطان هم باز خواهد شد یا خیر. اما چون روز چهارشنبه بود و روز زیارتی امام رضا و ما هم برنامه‌مون از امروز شروع شد در حرم حضرت کریمه، با این بیت میخوام با شما خداحافظی بکنم. عرض میکنم که بین راه مشهد و قم ما کرم لازم شدیم، بین راه مشهد و قم ما کرم لازم شدیم، سائل خورشید و ماه حضرت کاظم شدیم. الحمدلله رب العالمین. التماس دعا یا حق. خداحافظ.
ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك